مصنف و مؤلف مسیحی تبار میتازن که شما به چه حقی پیامبر مسلمان ها رو به عنوان تأثیرگذارترین شخص تاریخ معرفی میکنید. از اون موضع خودش دفاع میکند و میگوید من در تاریخ از بدو تولد آدم تا کنون شخصیتی به تأثیرگذاری و اثر بخشی و تحول آفرینی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم من ندیدم. به هر حال وقتی که یک نویسنده مسیحی اینقدر از موضع خودش دفاع میکند، جا داشت مسلمان ها، نویسنده ها، متفکران، اندیشمندان، محققین هم در این حوزه و در این بره از زمان این سه تا اقدام رو انجام میدادن و امید است که انشاءالله این کلام من و این صحبت من به همه آزاد اندیشان دنیا، به همه کسانی که مستقلا از استقلال رأی و ایدئولوژی برخوردارن، این سه اقدام رو هنوز هم دیر نشده. اول اینکه اتخاذ موضع واحد از سوی دولت مردان کشورهای اسلامی. به هر حال عرض کردم برخی از دولت مردها یک موضع گیری‌هایی کردن، یک حرکاتی انجام دادن، ولی این که همه همصدا متحد و ید واحد بشن و حداقل کار این بود که سفیر کشور فرانسه رو از کشورهای خودشون اخراج میکردن و یا حداقل احضار میکردن و مراتب انزجار خودشون رو و نفرت خودشون رو از این اهانت و از این توهین بیشرمانه و وقیحانه ابراز میکردن. و در وهله دوم واردات تجاری کشور فرانسه رو و محصولات تجاری اون کشور رو مورد تحریم قرار میدادن که برخی از کشورها این کار رو کردن. اما اگر این به صورت متحد و متفق و یک دست از سوی تمام کشورهای اسلامی این اتفاق میافتاد، قطع و یقین تأثیرگذار بود و او رو وادار به عقب نشینی میکرد و مهم هم نبود که اون عقب نشینی بکنه یا نکنه، عذرخواهی بکند یا نکند. مهم این است که مسلمانان سعی صدر و شرح صدر حاصل میشد و اقدام عملی انجام میگرفت. این نکته اول. نکته دومی که صورت نگرفت متاسفانه و من به شدت واقعا از این قسمت ناراحت و آزرده خاطر شدم، عدم تحریک و غیرت جوانان اسلام و مسلمانان، عدم بیداری جوانان امت اسلامی. نمیدانم ما منتظر چه هستیم. ما در تاریخ میخونیم وقتی که به ساحت رسول الله صلی الله علیه و سلم توهین میشد، جوانان مسلمان اگر اون زمان، حالا در دوران صحابه که یک دوران مدینه فاضله رو و دوران طلایی و زرینی رو صحابه گذروندن و بر صفحات تاریخ ثبت و ضبط کردن، و امروز اگرچه ما به قول علامه اقبال لاهوری رحمت الله علیه گفت در مسلمانان مجو آن ذوق و شوق، آن یقین، آن رنگ و بو، آن ذوق و شوق، اون گذشت، اون غیرت ایمانی معاذ و معوضها رفت که وقتی که شنید بر رسول الله صلی الله علیه و سلم فردی به نام ابو جهل توهین میکند، دو تا جوان 13 و 14 ساله نتونستن تحمل بکنن، در غزوه بدر جفت اونها مسابقه میدن تا این که این ملعون پس فطرتی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم توهین میکنه به درک واصل نکنن، از پای ننشینن. معاذ و معوضها رفت، حنظله ها و حمزه ها و اسامه ها رفتن. در امت اسلامی حتی صلاح الدین ها هم وجود ندارد که دفاع بکند عملی، این به جای خود، که حتی اگر امروز یک جوانی چچنی تبار میاد توهین به رسول الله صلی الله علیه و سلم رو بر نمیتابد و معلم تاریخ رو به درک واصل میکند، چه بسا از نویسندگان و محققین و به اصطلاح سیاستمداران کوردلی که این اقدام رو حتی محکوم کردن. واقعا حیران شدم یک لحظه، کجا داریم میریم؟ امت یتیم و بیکس چون تو چرا ندارد، کشتی دین شکسته چون ناخدا ندارد. اون طرف توهین رو
آزادی بیان میدونند، اما اگر یک نفر اون فرد موهن رو به درک واصل بکند، چه بسا افرادی که بلند شدن و این اقدام رو محکوم کردن. بله عزیزان، وقتی که امروز یکی از فریضه های مهم یعنی جهاد ترک شده است، علما به جای این که آیات جهاد رو تبیین کنن، اونها رو حذف و یا توجیه میکنند. امروز جهاد مرده است، امروز واژه جهاد بیگانه شده است. اگر کسی از جهاد حرف بزند، همه در فضای مجازی و حقیقی بر او حمله ور میشن. تندرو، متعصب، افراطی، تروریست، هزار انگ میزنن خود مسلمونا. اما من نمیدونم با بیش از 2000 آیه قرآن که در مورد جهاد صراحتاً و کنایتاً نازل شده است چه خواهند کرد و پیش الله چه جوابی خواهند داد. به خاطر اینکه در فضای مجازی به او توهین نشه، به خاطر اینکه یک سری افراد و پیروان خودش رو از دست نده، به خاطر اینکه به زندان و تبعید و نمیدونم شهادت و کشته شدن متهم نشه و یا تهدید نشه، آیات جهاد رو انکار میکنند. من کاری ندارم، بله جهاد از خودش یک سری قوانینی دارد، قبول، ولیکن آیا یکی از مسلمان ها و علمای اسلام میتواند انکار بکند که اهانت به رسول الله صلی الله علیه و سلم حکمش مرگ است؟ هر کسی به ساحت رسول الله صلی الله علیه و سلم اهانت بکند، هیچ یک از فقهای امت اعتراضی ندارد، اختلافی ندارد که حکم این فرد به درک واصل کردن است. چطور هست که امروز اگر کسی به رهبر یک مملکت، رئیس جمهور یک مملکت توهین بکنن، حکومت و هر قانونی این حقشون هست برای اون فرد مجازاتی تعیین کرده است، اما جریحه دار کردن قلب 1/3 جهان اسلام، 1/3 بشریت رو، و حتی من معتقدم کل بشریت این انسانیتی که آزاد مرد هست، عقل سلیم و طبع سالم دارن، رنجوندن اونها مجازاتی ندارد؟ به هر حال حداقل این توقع میرفت که مسلمان ها یک تکانی میخوردن، جوانان یک تکانی میخوردن. الله ذوالجلال میفرماد النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم، این کلام خداست که پیامبر از خود شما به خود شما اولاتر است، از خود شما احترام و حرمتش واجب تر است. و در آیه دیگر الله ذوالجلال اونهایی که محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم از جانشان، از مالشان، از همسرانشان، از پدر و مادرشان بیشتر نباشد، الله ذوالجلال اونها رو فاسق میخواند. این نص آیه قرآن است. قل ان كان آباؤكم و ابناؤكم و اخوانكم و ازواجكم و عشیرتكم و اموال اقترفتموها و تجارة تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بامره والله لا یهدی القوم الفاسقین. ای پیغمبر به اینها بگو اگر پدران شما، برادران شما، فرزندان شما و اموال شما نزد شما از خدا و رسولش محبوب تر باشد، منتظر عذاب و فتنه باشید. آیا امروز به راستی رسول الله صلی الله علیه و سلم نزد ما از پدر و مادر و فرزندان ما محبوب تر است؟ این نکته دومی که بایستی صورت می گرفت، یعنی حداقلش این بود که جوانها یک تکانی می خوردن، یک اشکی می ریختن، یک تصمیم و عزم جزمی برای فاصله گرفتن از گناهان می گرفتن و با خود می گفتن که اگر ما دست ما نمیرسد به جهاد، اگر دست ما به مکرون و نمیدونم سردبیر نشریه شاری عبدو و امثالهم نمیرسد، من بزرگترین سیدی رو از همینجا، از ایران، از تاجیکستان، از افغانستان، از عربستان و پاکستان، از کشورهای اروپایی، از کشورهای آسیایی، از همینجا بزرگترین سیدی نه، بلکه از همینجا تیر خلاصی رو به قلب ماکرون و امثال اونها میزدم و به خدا قسم میخورم که هزاران
بیانیه صادر کردن و شعر ادبی و جملات ادبی اونقدر تأثیر نداشت که یک جوان با احیای یک سنت میتوانست تیری بر قلب اونها بکوبد. ما لازم نیست گاهن فقط و فقط تحلیل بکنیم. این تحلیل ها، این جملات ادبی در فضای مجازی نمیگم بی تأثیر است، خوبه، ولیکن ما کاری بکنیم که قلب اونها، قلب رسول الله رو آزرد. جوان کاری بکن که قلب اونها رنجیده خاطر بشود، قلب حضرت رسول صلی الله علیه و سلم رو جریحه دار کرد، قلب پیروان پیغمبر رو جریحه دار کرد با احیای سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، با کنار گذاشتن اون چیزهایی که پیغمبر رو ناراحت میکند. ما هم قلب او رو نشانه میگرفتیم، ولی حیف بیدار نکرد ما رو. علامه سید ابوالحسن ندوی رحمه الله در یکی از کتب خودش واقعی رو از یک شاعری به نام اختر شیرانی میاره. یه شاعر میگساری بود، شراب نوشی بود، عیاش بود، خوشگذران بود. خوب دقت کنید جوانای عزیز، این اختر شیرانی مجلس و پارتی های بسیار بسیار شلوغی رو برگزار میکرد، خوشگذرانی و عیاشی و بخور و بنوش و بزن و بکوب. یه روز یک کمونیست از این فرصت استفاده کرد، یک فرد بیدین و گستاخ شروع کرد افراد مؤثر و تأثیرگذار تاریخ رو به اسم بردن. هی اسم میبرد، هی اختر شیرانی اونها رو تحقیر میکرد. در عالم خودش نبود، مست بود، لایعقل بود، نشه بود، سکران بود. همینجور اسم میبرد یکی یکی، اون این هم به تحقیر میگرفت، به شعر اونها رو تحقیر میکرد، تا اینکه این کمونیست گفت بهترین فرصت هست الان محبوب ترین انسانها، یعنی محبوب دلها حضرت رسول صلی الله علیه و سلم رو به چالش بکشم و از زبان این شاعر مسلمان و پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم اشعاری رو در حد که حرمت به پیغمبر بکشم. همینطوری که داشت اسم میبرد یکی یکی رو، به اسم مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم رو که رسید، ناگهان اختر شیرانی تو اون عالم سکران، تو عالم مستی، از دل مستی بیرون آمد، گفت خفه شو، ساکت. چطور با خودت جرأت میدی نام محبوب مسلمانان، سرور دلها، پادشاه سرزمین قلبم رو به زبان میاری؟ نام زیبای رحمت الله العالمین رو چرا به زبان میاری؟ گردن تو جدا میکنم، ساکت باش. این جملات رو گفت، بعد در خودش عالمی انقلابی صورت گرفت که ای اختر شیرانی، وضعیت تو به کجا رسیده که یک کمونیست پس فطرت به خودش اجازه میده بر محبوب دلها محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم حمله ببره، مورد اهانت قرار بده؟ اگر محمد رو از ما بگیرن دیگه چه میمونه؟ همون جا دست رو بلند کرد، اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله، فداک ابی و امی یا رسول الله. یا رسول الله بسه، در عالم سکر و مستی و غفلت و غنودگی کافیه. توبه کرد اختر شیرانی فقط به وسیله اهانت یک فرد مهم. براستی آیا غفلت و سکران و مستی جوانان امت رسول الله امروز از اون میگسار، از اون شاعر عیاش هم بیشتر است که هیچ اهانتی، هیچ توهینی امت رو بیدار نمی کند، جوانان رو بیدار نمی کند؟ در عیاشی و در خوشگذرانی و در شبها رو با غفلت و معصیت گذراندن سپری می کنند. چقدر این سکران و این مستی وحشتناک است، چقدر ما واقعا از خواب گذراندیم، مرده شدیم، باور کنید مردیم. و الا اگر مست می بودیم، اگر سکران می بودیم، اگر عیاش می بودیم، اگر غافل می بودیم، انسان غافل با یک بوق زدن، با یک تصادف، با یک حادثه حداقل از غفلت بیدار می شد، از خواب می پرید. بیماری او اگر بیماری جسمی و یا روحی بود درمان می یافت، التیام می گرفت. اما من فکر می کنم واقعا مردیم،
و حب رسول الله صلی الله علیه و سلم در دلها مرده است. خیلی فقیر شدیم. به خدا فقر فقط نداشتن مال نیست. بعضیا فکر میکنن فقیر کسی است که مال ندارد، ثروت ندارد، ملک ندارد، زمین ندارد، خانه ندارد. اون فقیر از دیدگاه ماست. به نظر من فقیر واقعی اون کسی است که دل او از عشق رسول الله صلی الله علیه و سلم خالی است. هر که عشق مصطفی سامان اوست، بحر و بر در گوشه دامان اوست. سوز صدیق و علی از حق طلب، ذره عشق نبی از حق طلب. عشق خواهی از وطن باید گذشت، هم ز ایران و عرب باید گذشت. عشق او سرمایه جمعیت است، همچو خون اندر عروق ملت است. تا مرا افتاد بر رویت نظر، از اب و ام گشته محبوب تر. عشق رسول الله صلی الله علیه و سلم بزرگترین سرمایه است. به همین خاطر یک جوان میاد نزد رسول صلی الله علیه و سلم، سوال میکند که یا رسول الله متى الساعه، قیامت کی است؟ قیامت کی است یا رسول الله؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم برای این که این جوان رو از یک مسئله مهم به اهم انتقال بده، اون رو متوجه بکنه، پیامبر در مورد زمان قیامت بهش صحبت نمیکنه. میگه و ما اعددت لها، برای قیامت چی آماده کردی؟ این مهمه. ما اعددت لها، چی آماده کرده برای قیامت؟ تو که از قیامت داری سوال میکنی، مرگ هر کس قیامت اوست. تو برای قیامت چی آماده کردی؟ این اعرابی گفت یا رسول الله ما اعددت لها من صیام کثیر صلاة ولا صیام ولا صدقه. خیلی نماز آنچنانی ندارم، نمازهای فرض رو خوندم، نافله آنچنانی، تهجدی ندارم، روزهای فرض رو گرفتم، روزه نفلی ندارم، زکات نداشتم بدم، صدقه آنچنانی ندادم. نه اینها رو ندارم یا رسول الله، ولکن ای رسول خدا یک چیز دارم. فرمود چی هست؟ گفت غیر انی احب الله و رسوله. قلب من مالامال از عشق تو هست یا رسول الله. دل من، فضای دل من غیر از محبت تو هیچ محبتی، هیچ عشقی فضای دل من رو پر نکرده. هیچ نعمتی در دنیا دل من رو اونقدر آرام نمی کنه که محبت تو من رو آرام می کند یا رسول الله. پادشاه سرزمین قلب من تو هستی، تنها حکمران در دولت دل من تو هستی، تنها امید و آرزوی وصال در دل من وصال توست یا رسول الله. تو پروانه، من تو شمعی و من پروانه، تنها فاتح دل ما تو هستی. عشق تو سرمایه جمعیت است، همچو خون اندر عروق ملت است. تا مرا افتاد بر رویت نظر، از اب و ام گشته محبوب تر. عشق در من آتشی افروخته است، فرصتش بادا که جانم سوخته است یا رسول الله. عشق تو جان منو سوخته. من با هیچ چیز آرام نمیشم. قمار نمیتونه منو آرام کنه، شراب نمیتونه منو آرام بکنه، هیچ شرابی، هیچ فیلمی، تماشای هیچ صحنه‌ای، هیچ زیبایی طبیعتی به اندازه تماشای صورت تو منو نمیتونه آرام بکند یا رسول الله. آن حضرت صلی الله علیه و سلم به او فرمود انت مع من احببته. تو نگران مرگت نباش، نگران قیامت نباش، از قیامت پریشان نباش. روز قیامت اون کسی که امروز فضای دل تو رو پر کرده، در صحرای محشر و در عالم قیامت تو رو رها نخواهد کرد. جوان، سؤال من از تو اینه، از خودم اینه، فضای دل من و تو رو کی پر کرده؟ آیا عشق رسول الله جایگاهی دارد؟ آیا گذاشتیم برای محبت رسول الله چیزی؟ یا اینقدر بازیگرهای هالیوودی و سینمایی اونقدر محبوب دلهای ما شده؟ عشق به فوتبالیست ها، عشق به سیاستمداران، عشق به هنرپیشه ها اونقدر زیاد شده، عشق به ستاره های هالیوود که فضایی برای عشق به محمد صلی الله علیه و سلم نگذاشته است.
هر کس خودش سرمایه دل خودشو بسنجه که سرمایه دل تو چیه؟ سرمایه وجود ما چیه؟ عشق او سرمایه جمعیت است. اقبال لاهوری رحمت الله علیه چقدر زیبا این جوان چه عشقی به رسول الله صلی الله علیه و سلم داشت، چه محبتی داشت. خودش در یکی از اشعار عجیبه، اقبال رو یک کلام، یک تکان محکمی از سوی پدر چنان تکان داد که تا دنیا دنیاست، تا روزی که زنده است عشق رسول الله صلی الله علیه وسلم چنان بیتابش میکنه که در هر یک از اشعار این سوز درون پیداست. مرا این عشق از فیض دم توست. میگه این عشقی اگر دارم یا رسول الله از فیض نگاه توست. قصهشو خودش در کتابش میاره، میگه که سائلی مثل قضای مبرمی بر در ما زد صدای پیهمی. یک گدایی آمد در خانه ما در میزد تون تون. میگه ناراحت شدم از غضب چوبی شکستم بر سرش، حاصل دریوزه افتاد از برش. چوبی زدم تو سر گدا و خودشم توجیه میکنه که عقل در آغاز ایام شباب می نداند از ثواب و ناثواب. جوون بودم و جاهل، ولی از مزاج من پدر آزرده گشت. لاله زار چهرهش افسرده گشت، کوکبی در چشم او گردید و ریخ، بر سر مژگان دمی بارید و ریخ. که ناگهان متوجه شدم پدرم داره گریه میکنه، زجه میزنه. پدر علامه اقبال لاهوری. بر تنم لرزید جان غافلم، رفت لیلای شکیب از محملم. پریشان شدم، گفتم چی شده بابا جان؟ تو چرا پریشان شدی؟ من به خاطر اینکه مزاحمت ایجاد نکنه زدمش. میدونی پدرش چی گفت؟ گفت پسرم، گفت فردا امت خیر الرسل جمع گردد پیش آن مولای کل. غازیان ملت بیضای او، حافظان حکمت رعنای او، هم شهیدانی که دین را حجتن، مثل انجم در فضای ملتن. روز قیامت همه در محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم جمع بشن. اقبال گریه من از اونجاست که من ای سراتت مشکل از بی مرکبی. ای اقبال من چه گویم چون مرا پرسد نبی؟ من جواب نبیم رو چه بدم؟ من جواب رسول الله رو چه بدم؟ من گریه من از این نیست پسرم. گریه من از اینه که روز قیامت پیش رسول الله روبرو حاضر بشم، از من بپرسه که حق جوان مسلمی با تو سپرد، کو نصیبی از دبستانم نبرد. خدا به تو یک فرزند داد، اون فرزندت رو فرستادی دبیرستان، دبستان، دانشگاه، اما از دبیرستان رسول الله صلی الله علیه و سلم بهره ای نبرد. از تو این یک کار آسان هم نشد، یعنی آن انبار گل آدم نشد. اندکی اندیش و یاد آره پسر، اجتماع امت خیر البشر. اقبال باز این ریش سفید من نگر، لرزه بیم و امید من نگر. پسرم بر پدر این جور نازیبا مکن، پیش مولا بنده را رسوا مکن. اقبال اگر میخوای خوب زندگی کنی، اگر میخوای آزادی زندگی کنی، غنچه ای از شاخسار مصطفی، گل شو از باد بهار مصطفی. از بهارش رنگ و بو باید گرفت، بهره ای از خلق او باید گرفت. مکسل از ختم رسل ایام خیش، تکیه کم کن بر فن و بر گام خیش. از مقام او اگر دوریستی، از میان معشر ما نیستی. اقبال میگه بعد از اون عشق رسول الله صلی الله علیه و سلم سراپا وجود منو گرفت، تا مرا افتاد بر رویت نظر، از اب و گشته محبوب تر. یا رسول الله از پدر و مادر تو رو بیشتر دوست دارم. و امروز به جوان ما اقبال همینو میگه دلیلشو میدونید چیه؟ مسلم از سر نبی بیگانه شد. مسلمانی که امروز تکان نمیخوره چون رسول الله رو نمیشناسه. ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون. چون پیامبر رو نمیشناسن این کارش میکنن، چون پیامبر رو قدر والای رسول رو نمیفهمن، چون آرمانهای رفیع محمد رسول الله رو نمیشناسن، تکان نمیخورن. و الا اگر امروز کسی به پدر به مادر ما توهین میکرد، به پدر و مادر ماکرون توهین میکرد،
قطعا به همسرش کسی توهین میکرد نمیگفت اشکالی نداره، آزادی بیانه، هر کس هر چه دوست داره بگه. ولی چون میداند امت یتیم و بیکس، امت رسول الله امروز کسی رو نداره، مسلم از سر نبی بیگانه شد، باز این بیت الحرم بتخانه شد، چون هزاران بت در درون دل هاست، از منات و لات و عزا و هبل هر یکی دارد بتی اندر بغل. یک بت نیست، هزاران بته. این بتها اونقدر فضای دل رو پر کرده، شیخ ما از برهمن کافرتر است، زان که او را سومنات اندر سر است. همچو کافر از اجل ترسنده ای، از مرگ میترسن، از شهادت میترسن، از زندان میترسن، از اعدام میترسن، از دست رفتن و از دست دادن موقعیت ها میترسن. همچو کافر از اجل ترسنده ای، سینه اش فارغ ز قلب زنده ای. اقبال میگه نعشش از پیش طبیبان بردم، در حضور مصطفی آوردم. میگه مردن، نعششون رو گرفتم، از بیمارستان ترخیص شده اینا، در حضور مصطفی آوردم. مرده بود از آب حیوان گفتمش، سری از اسرار قرآن گفتمش، بلکه زنده بشه، بلکه بیدار بشه، ولیکن نیست ظاهرا. خودش در یک شعر دیگه ای چقدر سراسر وجود او رو، تمام سلول های بدن او رو عشق رسول الله صلی الله علیه و سلم پر کرده بود. چون به نام مصطفی خوانم درود، از خجالت آب می گردد وجود. هر موقع به رسول الله میگه درودی میخوانم از خجالت آب میشم. چون به نام مصطفی خوانم درود، از خجالت آب میگردد وجود. عشق میگوید که ای محکوم غیر، سینه تو از بتان مانند دل. چون نداری از محمد رنگ و بو، چون نداری از محمد رنگ و بو، با درود خود میالا نام او. تو که داری به رسول الله درود میگی، قبل از اون خودت رو، خانه دلت رو از مخالفین رسول الله خالی کن. تو دل تو محبت مخالفین رسول الله است، تو دل تو اونهایی که قلب رسول الله رو میآزارد در دل تو جا گرفته. میگه من چطور تو این چنین دلی بیام؟ تو دلی که حب رقاصه ها، تو دلی که در اون حب شراب، حب قمار، حب ربا، حب زنا، حب چشم چرانی، حب حرام خواری، حب فحشا، حب ظلم، حب انتقام در اون جای گرفته، چطور توقع داری من محمد تو این دل بیام؟ گفتمش در دل من لات و منات است بسی، گفت این بتکده را زیر و زبر باید کرد، که تو اگر ترک جهان کرده سر او داری، پس نخستین ز سر خیش گذر باید کرد. باز این بیت الحرم بتخانه شد، از منات و لات و عزا و هبل هر یکی دارد بتی اندر بغل. اگر سران قریش فقط 4 تا بت عبادت میکردن، امروز ما بت‌های زیادی داریم. افرأیت من اتخذ الهه هواه. بعضی ما شغل ما بت شده، همسر ما بت شده، فرزند ما بت شده، کار ما و آرمان‌های ما بت شده است. مگر بت فقط این نیست که بره جلوی او سجده بکنی؟ اگر هر چیزی که از الله و رسولش نزد ما محبوب تر باشد، اون بت است و الله به وسیله او شما را آزمایش میکند، ما را آزمایش میکند. این کار رو که میتونیم بکنیم، اینم از دست ما بر نمیاد که یک تکانی به خود بدیم واقعا، که بگیم یا رسول الله تا امروز هر چه بوده در این فضای دل خارج، و امروز این فضا رو برای محبت و عشق تو من آماده میکنم.
این دومین گام بود که انجام میدادن. سومین گامی که بایستی بهش میپرداختن و سومین کاری که بایستی بیشتر صورت میگرفت و کمتر پرداخته شد بهش و الان من بیشتر توضیح میدم، باید تحلیل میشد این جریان که چرا فرانسه، یه نکته جالبیه، چرا فرانسه چندین بار به صورت مکرر این جسارت، این گستاخی، این اقدام وقیحانه در کشور فرانسه و از مجله شارلی ابدو و آقای ماکرون و امثالهم یا از اون مجله های دانمارکی و اینها صورت میگرفت. دلیلش چیه؟ به نظر من تحت عنوان عرب ها یک ضرب المثلی دارن، الغریق و یتشبث بكل حشیش. آخه امروز روند اسلامگرایی، موج نفوذ اسلام در کشورهای اروپایی اونقدر که در فرانسه مشهود و ملموسه، در سایر کشورها شما نمیتوانید ببینید. سبحان الله. این بدبخت به نظر من کنترل خودش از دست داده، داره دیوانه میشه. در کشور فرانسه سالانه هزاران نفر، طبق یک آماری یکی از دوستان در مرکز نظام الدین دهلی به من داد، میگفت سالانه بیش از 5000 نفر هر سال در کشور فرانسه مشرف به اسلام میشن. خب این موج با تفنگ و اسلحه و تجهیزات و بمب و سلاح‌های هسته‌ای جلوش گرفته نمیشه. پریشانه، مضطربه، غریقه، داره همه ملتشو داره از دست میده. اینجا دیگه کنترل خودشو از دست میده، مجبور این حرفا رو بزنه، عقده رو خالی بکنه. من به او و امثال او، چون گاهن افرادی مثل آقای ماکرون در کشورهای اسلامی هم هواخواهانی داره، بعضی از این غرب زده های کوردل در کشورهای اسلامی هم از چنین افرادی و چنین ایدئولوژی دفاع میکنن. بهشون من اخطار میدم طبق آیه قرآن، به پشتوانه آیه قرآن که الله ذوالجلال فرمود هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. الله ذوالجلال پیامبرش رو فرستاده، رسولش محمد صلی الله علیه و سلم رو، همون کسی که شما کاریکاتور او رو به تصویر میکشید به استهزاء و تمسخر، اینو بدانید که الله ذوالجلال و رب محمد فرموده است هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. نه فقط فرانسه رو، بلکه ان شاء الله کل کره خاکی طبق این آیه قرآن موحد خواهند شد و محمد رسول صلی الله علیه و سلم محبوب دل تک تک بشریت خواهد شد ولو کره المشرکون. شما بخواید یا نخواید، علی رغم انفکم. اینو یقین بدانید، اینو یقین بدانید که ناراحتی اونها از این جریان دیوانهشون کرده. مزمحل شدن، مشمئز شدن، منفعل شدن، نمیدونن چه کار بکنن، چه اقدامی بکنن. وگرنه انسان عاقل، انسان دانا، انسان اهل منطق آیا دست به توهین میزنه؟ توهین کار انسانهای بیخرده، انسانهایی که منطق ندارن، دلیل ندارن، برهان و حجت ندارن، حرفی برای گفتن ندارن، در مجامع علمی، در مجامع سیاسی نمیتونن با منطق حرف خودشون رو به کرسی بنشینن، شروع میکنن به فحاشی، شروع میکنن به بی بد و بیراه گفتن. و انسان و الا این دیگه هر کسی، هر انسانی که یک ذره مثقال عقل داشته باشه میفهمه که فحاشی کردن خلاف منطقه، خلاف عقله. و چه زیبا گفت رئیس جمهور آزاد اندیش و آزاده و شجاع مردم خودمختار چچن آقای رمضان قدیروف که واقعا جای تقدیر داره، جملات بسیار زیبایی گفت که آقای ماکرون، شما و امثال شما مروج و بنیادگذار تروریست در دنیا هستید. شما هستید که انگیزه ترور رو در دنیا، خشونت رو در دنیا ترویج میدید. و وقتی که وزیر خارجه روسیه بهش هشدار داد که آقای قدیروف این جملات شما در شأن شما نیست،
گفت من حاضرم از پستم و مقامم و حتی خونم و جانم بگذارم برای دفاع از آرمانهای رفیع رسول الله صلی الله علیه وسلم. آفرین، آفرین، مبارک باد این پست و این جایگاه بر تو. تو اگر به ظاهر رئیس جمهور چچن هستید ولیکن از دیدگاه من تو فراتر از یک رئیس جمهور، فداتر از پستهای دنیوی دارید. تو محبوب دل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هستید. تو برای تو کرسی فقط تو کشور چچن نیست، برای تو کرسی انشاءالله، این گمان من اینه، در قلب رسول الله صلی الله علیه وسلم کرسی برای تو گذاشته و اونجا جا گرفته اید، کرسی که با 4 سال و 8 سال انتخابات از بین نمی رود. کاش کشورهای اسلامی، آزاد مردان و دولتهای اسلامی حداقل این جملات رو میگفتن که ما حاضریم از جان ما، از پست و مقام ما، موقعیت ما برای دفاع از رسول الله صلی الله علیه وسلم بگذاریم. اونها رو نمی کشتند. ولیکن گفتم به قول اقبال میگه ننالم از کسی می نالم از خیش که ما شایان شأن تو نبودی. یا رسول الله از کسی ناله نمی کنیم، از ماکرون ناله نمی کنیم، از شارلی ابدو ناله نمی کنیم، از امثال این پس فطرتان ما گلایه نمی کنیم. گلایه از خود ماست که ما شایان شأن تو نبودیم. تو اشرف المخلوقات، تو اشرف النبیین، تو سرور پیامبران، ولی امت تو اشرف الامم نشد. جوانان امت تو بهترین امت نشد. تو بهترین پیامبران، تو سرور انبیا، تو محبوب دلها، ولی امت واقعا نشد. این است که جوانان عزیز، توصیه من به شما اینه، به عنوان یک برادر کوچک شما، به عنوان خدمتگزار شما، به عنوان کسی که دل من به خدا مالامال از محبت شماست و قلب من برای تک تک جوانان میتپد، 5 اقدام عملی برداریم. اگر میخوایم ذره از عشق رسول الله صلی الله علیه وسلم را به نمایش بگذاریم و ادای دین کنیم، اگر میخوایم واقعا به معنای حقیقی جواب این گستاخان رو بدیم در حد توانمان، اگرچه که اصلش این بود که جان خودمان رو تقدیم میکردیم. خون ما بی ارزش عزیزان. این خون وقتی از سر نماز از بدن ما جدا بشه وضو میشکنه، به لباس بخوره لباس نجس میشه، این ارزش ندارد. ولی اگر همین خون برای دفاع از آرمانهای رفیع رسول الله ریخته بشه، برای دفاع از محمد رسول الله ریخته بشه، این خون چنان ارزش و جایگاهی پیدا میکند که همون پیغمبر میفرماید شهید رو غسل ندید، لباس از تنش در نیارید، با خونش و لباس خونیش دفن کنید. چرا این خون محبوب دل منه. روز قیامتم که از قبر محشور میشه، اللون لون الدم و ریح المسک، رنگ خونه ولی بوی مشک و عنبر میده در فضای محشر و پیامبر این بو رو اونجا استشمام میکنه. اصلش این بود. ولی حالا با این بضاعت اندک خود ما تقدیم کنیم به رسول الله صلی الله علیه وسلم 5 گام جدی رو به مدت 40 روز حداقل. جوانانی که دارید حرف منو میشنوید، این برنامه رو الان به طور زنده و یا بعدها میبینید و شما عزیزانی که در مجلس حضور دارید، امشب بیایم تجدید پیمان کنیم با آرمانهای رفیع رسول الله صلی الله علیه وسلم. امشب خود ما را نشان بدیم به رسول الله صلی الله علیه وسلم. امشب از همین جا ارتباط بگیریم آنلاین با گنبد خضرای مدینه و توسط فرشته های الهی این پیام رو به محبوب دلهای ما بدیم که یا رسول الله عذر میخوایم ای محمد مصطفی، ما شایان شأن تو نبودیم، ما لیاقت امتی بودن تو رو نداشتیم، ما تا امروز در خواب غفلت بودیم، تا امروز در شهوترانی و عیاشی گذروندیم، ولیکن از امروز به بعد بهت قول میدیم که فردی بشیم که تو دوست داشتی، تو دوست داشتی ملاقات کنی. تو در یک از احادیث نه شما اصحاب من هستید. ابوبکر یار و صحابی منه، عمر جز اصحاب منه،
عثمان و علی و حسن و حسین ها اصحاب منند، من دوست دارم برادرامو ببینم. گفتن یا رسول الله برادرای تو کی هستن که تو عاشق دیدار اونها هستی؟ گفتن برادرای من اون جوانانی هستن که بعد از وفات من، بعد از رحلت من قرنها بعد به دنیا میان، یعنی من و شما. پیامبر آرزوی دیدن من و شما رو داشت. یا رسول الله اگر تو آرزو داشتی ما رو ببینی امروز، اگر جوانان امت رو میدیدی نمیشناختیشون، نمیفهمیدی که اینها همون جوانها هستن که تو آرزوی دیدن اونها رو داشتی. تو برای اونها دعای خیر کردی، تو برای اونها قربانی کردی. در هنگام حجة الوداع 2 قربانی آورد، گفت یا الله یکی از طرف خودم این خون و قربانی دیگر رو هدیه میکنم به تمام امت من تا آخرین جنانی که در این گیتی به دنیا میاد و در روی این دنیا زندگی میکنند. 5 گام بسیار آسان است. اولین گام اینه که از امروز به بعد اتباع سنت رسول صلی الله علیه و سلم رو با عشق انجام بدیم. هر هفته حداقل 1 سنت، هر هفته 1 سنت، زیاد نمیخوایم، هفته 1 سنت بیایم بگیم یا رسول الله اون سنت رو با عشق انجام بدیم. اگر جوانی ریش میگذاره نه به خاطر این که مده، نه به خاطر این که امروز جوانها دارن ریش میگذارن، نه به خاطر خوشگلی و زیبایی چهرهش، بلکه فقط و فقط چون محبوبم محمد صلی الله علیه و سلم ریش گذاشته است. اگر امروز یک جوان موسیقی رو کنار بگذاره، نه به خاطر این که برای اعصاب و روح و روان خطرناک و مضره، نه به خاطر این که موسیقی دیگران رو ناراحت و میآزارد، نه به خاطر این که پدر ناراحت میشه، مادر ناراحت میشه، پدر رو راضی کنه، مادر رو راضی بکنه. نه، من موسیقی از امشب به بعد کنار میگذارم چون میخوام محمد رسول الله رو خوشحال کنم، چون میخوام قلب زیبای محمد در گنبد خضرا برای من بتپه. من موسیقی خدا حافظ، من اگر تا امروز فیلم های مستهجن تماشا میکردم، تا امروز فیلم های وقت ضایع کنه ترکی و کروی رو تماشا میکردم، به عشق رسول الله اونها رو تحریم میکنم. یا رسول الله حاضر و گواه باش، یا رسول الله ای فرشتگان الهی این پیام رو ثبت کنید که من با اینها برای همیشه خداحافظی کردم به عشق محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. خواهر من از امشب به بعد حجاب رو به عشق رسول الله صلی الله علیه و سلم به سر بکنه. شاید بعضی از خواهران تا امروز حجاب داشتن، روسری و مقنعه و روبند داشتن، ولی به خاطر حیا، به خاطر عفت، به خاطر رسم، به خاطر رواج، به خاطر خجالت از دیگران امشب بگه نه، این حجاب از امشب به سر من است به خاطر فرمان محمد رسول الله، به خاطر محبوب دلهای من. اگر یک جوان از امشب به بعد ربا تا به حال ربا نخورده، از امشب به بعد هم بگه نمیخورم چون فرمان الله و رسول من صلی الله علیه و سلم هست، چقدر زیبا میشه. اگر تا امروز نشسته آب میخوردید، از امشب به بعد بگید آب رو نشسته میخوردم چون هاکذا کان محمد صلی الله علیه و سلم، چون محبوب دل من اینجوری آب میخورد، چون محبوب دل من اینجوری غذا میخورد، چون محبوب من اینطور لباس میپوشید، چون سرور من اینجور راه میرفت، اینطور سلام میکرد، اینطور تبسم میکرد. به خدا قسم عشق رسول الله صلی الله علیه و سلم اون موقع در ریشه دلهای ما قرار میگیره و ما رو معطوف و معشوق و دلداده و شیدای محمد صلی الله علیه و سلم میکنه. این کار که آسانه، این کار که خیلی سخت نیست جوان. هر کاری انجام میدید فقط به عشق رسول الله صلی الله علیه و سلم. 2 کثرت درود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی به جای شعر و ترانه و موسیقی و حرفها و یک سری چرندیات، امشب به بعد در خلوت، در جلوت، در روشنایی، در ظلمت، در تاریکی، در خانه، سر کار، در میان راه، تو مترو، تو اتوبوس، تو ماشین، همه اللهم صل و سلم علی النبی الامی، اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم. درود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدت 40 روز.
روزی 300 مرتبه هر جوانی در هر کجا که هست عهد ببندد با رسول الله صلی الله علیه و سلم که من روزی 300 مرتبه درود، این نغمه منه، این سرود منه، این شعر منه، این گفتن منه، این تعهد منه که روزی 300 مرتبه درود بر پیامبر صلی الله علیه و سلم رو فراموش نکنم. بعد ببینید چه میشه بعد از 40 روز، چه تحولی. آیا ببینیم عشق رسول الله سرمایه وجود ما میشه یا نمیشه؟ این تو دهنی است و در کنار او دلهای ما آرام میگیره. اون صحابی وقتی آمد پیش رسول صلی الله علیه و سلم گفت یا رسول الله من میخوام برات درود بگم. چقدر درود بگم؟ گفت هر چی دلت میخواد. گفت یا رسول الله 1/3 درودم رو به شما اختصاص بدم بسه؟ گفتن خوبه اگر بیشتر بکنی که بهتر. گفت 2/3 رو. گفت خوبه هست اگر بیشتر بشه به نفع خودته. گفت یا رسول الله اگر کل ذکرم رو به درود بر شما اختصاص بدم؟ رسول خدا فرمود اون موقع الله 2 نعمت بهت میده. 2 نعمت الله بهت میده. اذن یکفی همک و یغفر ذنبک. اول این که الله متعال مشکلات رو مرتفع میکنه. هر مشکلی داری، دینی دنیایی، خانوادگی فردی، اجتماعی اقتصادی، الله حل میکند. و یغفر ذنبک، دومی که گناه تو رو میبخشد. درود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. 3 تعلیم و مذاکره سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در خانه ها. عزیزان، جوانان عزیز، از الله بترسید. این قدر تو فضای مجازی وقت خودمون رو ضایع نکنیم با مشاهده فیلم ها، جوک ها، طنز ها، لطیفه ها. بس کافیه. حداقل نیم ساعت، 1 ربع، 10 دقیقه از 24 ساعت زمان ما و تایم ما رو به سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم اختصاص بدیم. همین روزها جای دعوت بودیم، یکی از جوانان و شاگردان عزیز کارگزاری از فضای خانواده خودش داد. خیلی متاثر شدم. گفت ما در فضای خانواده خودمون هر شب قبل از خواب، بعضی عزیزان میشناسد این بزرگوار رو، هر شب قبل از خواب ما تعلیم داریم. بچه ها همه کوچکن، همه بچه هاش سیرت رسول صلی الله علیه و سلم رو تمام کردیم. سیرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رو ما تعلیم کردیم. حیات الصحابه چند جلده، حیات الصحابه رو ما تعلیم کردیم، آخراش هست. و بچه ها هر شب با داستانهای تأثیرگذار رسول صلی الله علیه و سلم و صحابه بزرگوار میخوابن و استراحت میکنن. چقدر من تکان خوردم و رشک بردم و گفتم کاش جوانان، شاگردان، دوستداران، عاشقان محمد رسول صلی الله علیه و سلم شبها بچه های خودشون رو با فیلم های کره‌ای و چینی و هندی و هالیوودی و با ستاره های سینمایی نخوابونن که از اونها فردا بچه های بیبندوبار و لاابالی و بی انگیزه و بی تحرک و بی غیرتی بار بیاد. اونها رو شبها با محبت و با عشق رسول الله و صحابه بخوابونید که شیرانی همچون فرزندان صحابه فردا در کنار شما باشند. این دومین گام. سومین گام تعلیم و مذاکره سیرت رسول صلی الله علیه و سلم. 4 پخش و نشر مطالب و کلیپ های زیبا. یعنی جوانان هر کلیپی که در فضای مجازی مشاهده میکنن که تأثیر گذاره، میتونه دلها رو تسخیر کنه، میتونه قلبها رو تکان بده، به رعشه و لرزه در بیاره و یا حداقل بذر عشق محمد رو در دلها بکاره، در پخش و نشر او کوتاهی نکنن. هزینه کنید، این هزینه ها نزد الله ارزشمنده. وضعیت قرار بدید، استوری بذارید اونقدر که دنیا بفهمد که هر حرکتی از سوی شما، هر توهینی از سوی شما نه تنها نتیجه منفی ایجاد نخواهد کرد، بلکه این آبی است که بر دلهای خزان، بر این دلهای پژمرده، بر این گلهای افسرده امت رسول الله میبارد و 2 مرتبه اونها زنده میشه. اونها شبنم است، ما رو تر و تازه میکند، ما رو 2 مرتبه با آرمانهای رفیع رسول الله میپیوندد، ما رو 2 مرتبه با عشق رسول الله صلی الله علیه و سلم متصل میکند که دل به محبوب حجازی بسته ایم، زین سبب با یک دیگر پیوسته ایم. و آخرین
نکته‌ای که میخوام عرض بکنم دعا و تضرع هست. مرتب این دعا رو مخصوصا بخونید عزیزان. اللهم انی اسألک حبک و حب نبیک و حب عمل یقربنی الی حبک. این دعا رو و سایر ادعیه‌ای که بلد هستید اونقدر دعا بکنید. ای الله عشق رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در دل من جای بده. ای الله محبت رسول الله سرمایه جان من باشه، سرمایه دل من باشه. دعا با تضرع با الها محبت رسول رو از الله بخواید، از محبوب رسول بخواید. محبت الله رو از کسی که پیغمبر رو محمد صلی الله علیه و سلم رو برگزیده از او بخواید. اون موقع ببینید ماکرون و امثال اونها پشیمان میشن یا نه؟ آیا اونها هم دو مرتبه جرأت میکنن که اهانت کنن؟ بابا ما هرچه توهین میکنیم اینها بدتر میشه، اینها بالنده تر میشه، اینها توفنده تر میشه، اینها پاینده تر میشه، اینها زنده تر میشه، اینها قوی تر میشن. پس خفه بشیم بهتره. این درسی است که ما باید به امثال اونها بدیم. فقط تمرکز کردن، فقط وضعیت گذاشتن اسم محمد صلی الله علیه وسلم کافی نیست. در میدان عمل، در عرصه خانواده، در عرصه اجتماع، در عرصه کار، در عرصه اقتصاد، در عرصه سیاست، این 5 تا گام رو عزیزان انجام بدن و ان شاء الله به زودی ما شاهد تحول خواهیم بود. حداقل تحول در جامعه خودمون. ما امیدوارم که الله ذوالجلال به لطف و کرم خودش کسانی که توهین میکنن، کسانی که اهانت میکنن به ساحت مقدس رسول صلی الله علیه وسلم، الله اونها رو هدایت کنه در وهله اول. چون پیامبر ما دعای نابودی برای کسی نکرد. میگه اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. خدا اینها نمیدونن، واقعا هم نمیدونن. اگر میدانستن محمد صلی الله علیه و سلم کی است اینجور گستاخی نمیکردن. ما برای اونها دعا میکنیم، برای رشد و تعالی اونها دعا میکنیم، برای خودمون دعا میکنیم که هدایت کنه الله متعال. ولی اگر قابل هدایت نیستن الله متعال اونها رو به سزای اعمالشون برسونه. چند جمله دعا میشه ان شاء الله. اللهم صل علی محمد. عزیزان اول دعا رو با درود شروع بکنیم. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بلغ سلامنا رسول الله. اللهم بلغ سلامنا رسول الله. اللهم بلغ سلامنا رسول الله. یا الله سلام ما را امشب به محضر سرور ما، رهبر ما، سید و سالار ما، سپه سالار